به نظر من این مسیر شیمی از زندگی امام زمانیه و تمرین میکنیم. این گزه بگیم که ما بهش شما هستیم ما نرفتیم کنار که این مسیر به کربلا ختم نمیشه و این مسیر ادامه داره. مسیری که شرایطش با سالهای قبل تفاوتی کرده، گرمای بیشتر، جمعیت بیشتر، شور و اشتیاق بیشتر و ملل جهان را به واسطه حسین متحد کرده. Biz Azərbaycandan gəlmişik, Bakudan. İnşallah gedirik ağamız Hüseynin hərəminə, ziyarətinə, ərbeyninə. Ben Azerbaycanlıyım. Azerbaycan'dan İmam Hüseyin Ağa'nın ziyaretine gelmişim. India. اصالتا از کشور هندوستان ولی 10 ساله که ساکن کشور ماداگاسکر هستم. هر سال سعی میکنم اربعین بیایم. برای امت اسلامی این راهپیمایی و این اربعین سبب میشه که همه ما از درون بیدار شیم، از خواب غفلت، از خواب این که ما در فکر یکدیگر باشیم. علی کاظمی، خبرگزاری صدا و سیما، کربلای معلی.